به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما دوستان نازنینم. صالحی هستم. امیدوارم هر جای دنیا که هستین حال دلتون عالی عالی باشه. براتون روز و شبی پر از زیبایی، پر از آرامش و موفقیت آرزومندم. به کانال ساحل آرامش خوش اومدید. بحث ما تکنیک ها و مهارت های همسرداری هست. ربطی نداره متأهل یا مجرد. لطفاً مکث کردن رو تمرین کن. گاهی زندگی سخت میشه و ما متاسفانه سخت‌ترش میکنیم. گاهی آرامش داریم و خودمون خرابش میکنیم. گاهی خیلی چیزها رو داریم اما محو تماشای نداشته هامون میشیم. دوستان خوبم، اگه میخوایم در زندگی و کسب و کار آروم، شاد و موفق باشیم، ما هم باید مثل تیم فوتبال یک تیم تشکیل بدیم در خونه. یعنی چی؟ دیدید در تیم فوتبال چند نفر با استعدادهای مختلف در نقشهای مختلف با هدف مشترک تلاش میکنن و گل میزنن و موفق میشن؟ بله، ما هم باید در خانواده یک تیم باشیم. یعنی چی؟ یعنی پشت هم باشیم، همراه هم باشیم، به هم کمک کنیم، هدف مشترک داشته باشیم، نردبون دو طرفه باشیم، همدیگر رو پوشش بدیم. وقتی خانواده یک تیم میشن و در کنار هم قرار میگیرن، اینها گل میزنن. گلشون چی هست؟ بله، گلشون یعنی تربیت بچه‌های خوب، رشد اقتصادی، رشد عاطفی، کانون خانواده امن و سالم و بدون طلاق و خیانت. ولی اگه این اتفاق نیفته، مثل دو نفری میشن که رگبار به هم بستن و توپ و تانک به هم میزنن و همدیگر رو سوراخ سوراخ میکنن و اینها دیگه در زندگی موفق نیستن و این زن و شوهر دیگه نیاز به دشمن ندارن، چون خودشون رو نابود میکنن و خودشون به تنهایی همدیگر رو از پا در میارن. وقتی خدایی نکرده جنگ داخلی در خونه به وجود بیاد و زن در یک تیم، مرد در یک تیم، بچه‌ها در یک تیم باشن، همه تضعیف میشن در همه ابعاد. میخواد اقتصادی باشه، خانوادگی باشه، فرهنگی باشه، تربیتی باشه و این خانواده کم کم رو به نابودی در حرکت هست. وقتی چوب لای چرخ هم بذارین اینجوری پیشرفت نمی کنید. وقتی سر هر موضوع کوچیکی با هم شاخ به شاخ میشین، بگو مگو میکنین، اختلاف نظر دارین، با هم یکی نمیشین، تو یک تیم قرار نمیگیرید، متاسفانه این زندگی نه روی آرامش رو میبینه نه روی موفقیت رو میبینه. پس ما باید سعی کنیم یک تیم بشیم، چون اگر 1000 تا کتاب بخونی، هزاران دوره آموزشی رو بری و بخونی و بخوای موفق شی، تا تیم نشی و در یک تیم با خانواده قرار نگیرین، موفق نمیشید. تیم علم میسازه، با هم بودن معنویت میسازه، با هم بودن پیشرفت میسازه و پول میسازه و ما در همه ابعاد زندگی موفق میشیم و روز به روز پیشرفت میکنیم. 100% زندگی صبر هست، گذشت هست، تغافل هست. تغافل یعنی ندیدن، نشنیدن، گذشتن و نگفتن. باید با هم بسازیم، با هم باشیم و همدیگر رو همه جوره حمایت کنیم و به هم کمک کنیم. مثلا زن و شوهری که میخوان درس بخونن، رانندگی یاد بگیرن، با همدیگه بچه تربیت کنن، کسب و کاری رو راه بندازن و هر کار دیگه رو که بخوان انجام بدن، باید تو یک تیم باشن، با همدیگه باشن، همدیگه رو حمایت کنن، پشت هم باشن، هدف مشترک داشته باشن، همراه هم باشن تا به موفقیت، آرامش و شادی در زندگی و کسب و کار برسن. از اینکه افتخار پیدا کردم در خدمت شما دوستان عزیزم باشم، خدا رو سپاسگزارم. خوشحال میشم کانال خودتون رو لایک و سابسکرایب کنید.
لطفاً زنگوله رو بزنید تا با ویدیوی بعدی مهمون خونه های شما باشم و اگه نظر یا پیشنهادی هم دارید خوشحال میشم کامنت بذارید. مطالب بقیه قسمت ها خیلی جذاب هستن که در صوت‌های بعدی گفته میشه. با تشکر، شاد و پر انرژی باشید.